وقتی از سکس کامل صحبت میشه معمولاً منظور سکس با دخوله. انگار بدون اینکه اندام جنسی مردی داخل واژن یک زن بشه سکس ناقصه. اما چرا سکس بدون دخول برای خیلی ها سکس حساب نمیشه؟ اساساً آیا چیزی به اسم سکس بدون دخول هم داریم؟ اگر جواب مثبته چرا و چطور و در چه شرایطی میشه سکس بدون دخول داشت؟ در این ویدیو سعی میکنم به این سوالات پاسخ بدم. شهرزاد پورعبدالله، سکس تراپیست و مشاور زوج و خانواده هستم. در این کانال در زمینه سلامت روان، سکس و رابطه صحبت میکنم. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و نوتیفیکیشن رو فعال کنید. با اینکه به نظر خیلی از کارشناسان سلامت جنسی میشه گاهی سکس بدون دخول داشت، برای خیلی از مردها رابطه جنسی بدون دخول یک ارتباط جنسی ناقص محسوب میشه. خیلی وقتها در زمان مراجعه به پزشک و یا روان درمانگر جنسی وقتی میگن مدت زیادی سکس نداشتن، منظورشون اینه که سکس با دخول نداشتن و رابطه جنسی بدون دخول رو به حساب نمیارن. برای اینکه بتونیم درک بهتری از انتظار مردها از سکس داشته باشیم، بد نیست بدونیم که مردها از نظر نوروبیولوژیک میل و کشش طبیعی به دخول دارن. طبیعت احتمالاً این میل غریزی رو درشون ایجاد کرده تا بقای این موجود زنده رو با ادامه تولید مثل تضمین کنه. ولی به ویژه در عصری که ما درش زندگی میکنیم، یکی از موارد پایه‌ای در مورد سکسوالیته تفاوتی که بین تولید مثل و لذت جنسی وجود داره. تولید مثل یک جزء کوچیک سکسوالیته انسانه. بدون داشتن هیچ هدفی برای بچه دار شدن، برای اغلب افراد هدف از سکس صرفاً لذت رابطه جنسیه. خارج از پروژه بچه دار شدن، دلیل دیگه‌ای که تمایل افراد رو به سکس با دخول زیاد میکنه، حس ارتباط جسمیه که سکس با دخول با آمیختگی جسمی دو طرف به همراه داره. رابطه‌ای که گویی یکی درون دیگریه. واقعیت اینه که نگاه غالب به سکسوالیته همیشه یک نگاه مردانه بوده. سکس کامل در باور عموم وقتی که آلت تناسلی مردی وارد واژن یک زن میشه. این زاویه دید برعکس این توصیف رو نمیپذیره و هیچ وقت نمیشنویم که کسی بگه سکس با دخول یعنی واژن زنی اندام جنسی مرد رو در خودش جا بده و در بر بگیره. به نظر من بد نیست برای اینکه از سکس بیشترین لذت رو برد، افراد این کلیشه های قدیمی رو کنار بذارن و نگاه متفاوتی به سکسوالیته بکنن. اما در چه مواقعی میشه سکس بدون دخول داشت و این کار چه فوایدی داره؟ هرچی بیشتر در مورد عملکرد جنسی بدونین، بهتر متوجه میشین که رضایت جنسی ارتباط مستقیمی با دخول نداره. نتیجه پژوهشان نشون میده که زنها در رابطه با همجنسشون ارگاسم بهتری دارن. در ویدیوهای قبلی در مورد رضایت جنسی زنها توضیح دادم و گفتم که برای یک زن بیشتر از اندازه آلت جنسی مردانه کیفیت رابطه و نزدیکی احساسی و هیجانی اهمیت داره. در 3 ماه اول و آخرین هفته‌های دوران بارداری خیلی از زوجها نمیتونن سکس با دخول داشته باشن و اونایی که براشون فقط این نوع از سکس رابطه جنسی محسوب میشه ممکنه تو دوران بارداری با هم نزدیکی جنسی نداشته باشن و متاسفانه در بعضی موارد از هم فاصله عاطفی بگیرن. در دوران شیردهی به دلیل پایین بودن استروژن و عدم تنظیم هورمون‌ها سکس برای اغلب خانم‌ها دردناکه، ولی اگر به این خاطر کاملا از سکس پرهیز کنن ممکنه مشکلاتی تو رابطه عاطفیشون به وجود بیاد. خشکی واژن در دوران پیش‌یائسگی و یائسگی هم سکس با دخول رو دشوار میکنه. همینطور گاهی شریک جنسی به دلایل جسمی یا روحی سکس با دخول براش دردناک و یا حتی غیر ممکنه. اگر هدف سکس دخول باشه، در این جور مواقع دو طرف رابطه هیچ گونه ارتباط جنسی نخواهند داشت و از نظر احساسی از هم فاصله میگیرن. مورد دیگه‌ای که سکس بدون دخول میتونه کمک کنه وقتی که مردی دچار اختلال نعوذ یا ارکشنه. این بعضی وقتا برای کسایی پیش میاد که تحت استرس هستن
یا به دلیل شرایط جسمی مثل مشکل پروستات و بیماری دیابت و بیماری‌های جسمی دیگه قادر به حفظ نوز نیستند. در این موارد سکس بدون دخول راه جایگزین خوبیه و نه تنها به دو نفر امکان برآورده شدن نیازهای جنسیشون رو میده، بلکه باعث حفظ نزدیکی عاطفی هم میشه. علاوه بر این یکی از مزایای سکس بدون دخول برای مردها نداشتن نگرانی و اضطراب از خوب عمل نکردنه. به خصوص در فرهنگایی که مردانگی با عملکرد جنسی گره خوردن و مردها قبل و در حین رابطه با اضطراب و نگرانی ناشی از ترس خوب عمل نکردن مواجهند، با برطرف شدن این فشار روحی نگرانی سکس با دخول از بین میره. یکی دیگه از فواید سکس بدون دخول اینه که فرد تحت فشار زمانی نخواهد بود. یعنی اگه بتونه به نوز برسه نگران نیست یه دفعه نوزش رو از دست بده و شریک جنسیش رو سرخورده کنه، یا قبل از اینکه در یک رابطه جنسی با دخول شریک جنسی به اوج لذت برسه ارگاسم بشه و باعث عدم رضایت طرف مقابلش بشه. در این شرایط افراد میتونن هر چقدر دوست دارن وقت بذارن و از رابطه لذت ببرن. از همه مهمتر زمانی که افراد یک رابطه بدون دخول دارن بهشون این فرصت رو میده که به حسی که تو بدنشون ایجاد میشه واقف بشن. اگر شریک جنسیشون لمسشون میکنه و یا با دست و دهان سعی میکنه اونا رو ارضا کنه، راحت تر میتونن روی حسی که در اندام جنسیشون ایجاد میشه تمرکز کنن و لذت ببرن و به طرف مقابلشون هم لذت بدن. پس سکس بدون دخول رو هم به عنوان گزینه در روابط جنسیتون در نظر داشته باشین و فکر نکنین اگر امکان سکس با دخول نیست پس کلا باید سکس رو کنار گذاشت. ممنون که این ویدیو رو تا آخر دنبال کردین. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و برای اینکه از ویدیوهایی که میذارم مطلع بشین مشترک این کانال بشین. موضوعات پیشنهادیتون رو در بخش نظرات زیر همین ویدیو بنویسین. تا ویدیوهای بعدی.